سلام علیک. شما خوبید؟ میبینم که شفتالو میچینید. چقدر شد در این خواجگی کار میکنید شما؟ 5 سال شد. 5 سال شد؟ چقدر معاش میگیرد از این شفتالو پروری و این چیزا؟ 35 هر خیلی. در یک روز؟ در یک روز چقدر شفتالو میچینید شما؟ در یک روز میچینید 300 400 کیلو. 300 400 کیلو. کار شما زنها اینجا فقط شفتالو چینی است؟ کارش خیلی بسیاره. ما کدومش که نمیفهمیم رو برامون میفهمونم که نخواهیم یه تگشته ریختگیشون با میگیریم این زمینو دقیق میکنیم. یعنی که شما شفتالویی که بازارگذار نیست خشک میکنید، قاق میکنید؟ خشک میکنیم بعد بخچون میکنیم. اون قاقش چیکار میکنن؟ میفروشید؟ میفروشیم. اون نسبت به این نرخ رو بالاتره. برای چی؟ اگون کمپوت میکنن، اگون چی میکنن؟ 4 سومون 5 سومون قاقش میگیرن. فرزنداتون هم کار میکنن؟ کار میکنن. درآمد خوب از اینه که از بیکار شدن خوب. همین شفتالویی که میبینیم دیگه شفتالوی خوب هم هستن. با کجا میبرن این شفتالو را؟ هر خیلی میبرن. این خیلی کم 20 تا 30 تا یشک برن. این شهر میبرن، رایون خودمون میبرن که خیلی بسیار بسیار که برن بعد بس این مسکو میبرن. مسکو هم میبرن. این دخترتون است؟ این دختر شما. دخترتون هم کار میکنه؟ همه کسی میبرن. همه کسی اویزالی کار میکنه. خواهرجان شما در روز چند کیلو شفتالو میچینید؟ حساب نمیکنید. چند یشک میچینید حساب نمیکنید؟ نه. تا 50 تا میچینید. تا 50 یشک. شفتالو چینی کار دشوار نیست؟ دشواره. اینا میخوره تنوری بین همه. خوشحال میکنید. سفیدو شما چی سفید؟ همین مولایمون با چند تا بربختر داره و همون خوبایی داره. همین شفتالویی که در دست شما میبینین لطفاً درباره همین شفتالو بگید. کدام نوع شفتالو است؟ این اصلا نوع شفتالوی لواگی می باشد که در همین نوع خونسانگیر خیلی شفتالوی کهنه می باشد و بیشتر در اکثریت بوق‌های ما همین نوع شینونده می شود، پرورش کرده می شود و خریداری خوبی هم دارد و لذت خوب هم دارد. یعنی که با مزه است. در این باغ همین گونه شفتالو زیاد است؟ زیاد است. البته چطوری که شما شاهدی هستید 70% همین باغ از همین شفتالو میشه. در نظر به شفتالوی لوچک میگن که حجما میده تر است. اون چی فرق دارد این از این مزهش خیلی هم زیاد می باشد و صفتا با صفت می باشد، خوشمزه می باشد و خریداری خود رو بیشتر دارد. چون از این باغ 80 تن شفتالو به روسیه صادرات کردید، تا روسیه این شفتالو میرسد؟ میرسد. البته وای ماشینی مخصوصی می باشد که و در سردخانه دارد. مثلا در سردخانه وای ماشینی می باشد که سردخانه دارد با یک تمپراتور معین، با یک مثلا اون رو با یک حرارت معین اون رو نگاه می‌دارند و به جوی در کوری برده میرسند. شما اطلاع ندارید که همین شفتالوی قمسنگیر در روسیه چقدر ارزشش دارد؟ نه اینو نمیدونم. یعنی که طلباتش هست؟ طلباتش هست، نه که در وای روسیه چقدر ارزش دارد از این من خبر ندارم. در حدود این ناحیه چقدر شفتالو باغ است؟ در حدود ناحیه بیشتر از 500 هکتار شفتالو باغ است. این طرف اون اومده